آقا یه لحظه این موقعیت رو فرض بکنید میخوای از یه آنلاین شاپ خرید بکنی، داخل بایو پیجش زده برای اینکه سفارشتو ثبت بکنی به این شماره داخل تلگرام یا واتساپ پیام بده و تو نمیخوای اون شماره رو سیو بکنی. چاره چیه؟ برای اینکه پیام بدی بعد حتما داخل کانتکتات سیوش بکنی. یه راه ساده وجود داره. داخل تلگرام و قسمت سیو مسیج توی چت ها بیا اینجا بنویس t.me و بعد اسلش رو بزن و در کنارش بیا بزن +98 و بعد که سندش بکنی و روی شماره بزنی میتونی وارد صفحه چت اون شخص بشی. توی واتساپ هم بعد وارد قسمت سیو مسیج بشی. اگه تا حالا ازش استفاده نکردی یه دونه چت جدید که ایجاد بکنی میتونی کانتکت خودت رو پیدا بکنی. روش لمس میکنی، انتخابش میکنی و اینجا توی قسمت چتت شماره اون شخص رو بدون +98 و اینا مینویسی، یعنی 0900 و فلان. سند رو که بزنی یه بار روش ضربه میزنی، بعد از چند ثانیه میتونی اینجا بین گزینه‌های مختلفی که وجود داره چت رو انتخاب بکنی که گزینه اوله. واسه ترفندهای بیشتر یادت نره که زومیت رو دنبال بکنی. دم شما گرم.